سلام بچه ها، خوش اومد به ویدیو امروز یکی از حساسترین و خفنترین کستومایی که خودم شخصا رفتم توش رو بهتون نشون بدم. کاستوم با سه تا از بچه های خوب فیرفاید پلیر که نوبم نیستن، بخوام بهتون نشون بدم. هم اکانتاشون خوبه، هم سطح بازیشون بالاست. خب اینجا میدیم UMP رو چکش میزنیم و تقویتش میکنیم و شروع شد. بچه های خورده هماهنگ نبودن هر دو طرف، فکر کنم دست اولشون بود. اینجا دوتاشون رو من راش دادن، من سریع کشیدم عقب. چند تا بود میزنم کسی شو نمیده، میکشم عقب، کل مپ رو دور میزنم. اینجا یک از جلوم با UMP در میاد که اینجا هدشو میزنه ولی ناک نمیشه. چند تا یخ میزنم، هلمتمو تعمیر میکنم، راشونم میبندم. همه یارم اونور درگیرن. یه فایت سنگین دارم با دوتا، یکی از اینا ناک شد، یکی از مام خوردن. ایدن دیزل ویل بیدم نمیخوره، دوتاشون رو من ریختن. یکی دان، تگ به دو موندیم. فینیش میدم. بچه این قابلیت جدید که اضافه شده خیلی تو کسایی که سنس خوبی ندارن بهشون کمک میکنه. وقتی که چکش بزنی کل تجهیزات اون گان تقویت میشه و خیلی تیراش کمتر رد میده و خیلی آپشن خوبیه. میریم واسه رانده بعد. اینجا یخ میکنیم، میریم بالا، یخکاری شروع میکنیم، میریم بالا. بچه ها اینجا دوتاشون از روی پل اومدن و چون من صورت یخ کنیم کم بود اومدن منو زدن و این یارای خفن رو میبینی که بغلم ریو نمیدن. محمد تانجیرو رو میبینید با این بازی خفنش. بچه همه همون موبایل پلیریم، ما هیچ پیسی پلیری نداریم ولی میبینید سرعت یخمون بالاست. تایب سه داره فایت میده. این لبه گیر کرده، سه تاشون هم روشن. یخش شگوندن. از بک آقا محمد میزنه اینو. میریم واسه رانده بعد. بچه ها بخون تایم ویدیو زیاد نشه، یه خورده اینجا گان میخریم و سرعتش رو زیاد میکنم. خب شروع. یکی راش داد، چند تا بود زدم به نخورد. UMP پشت بندش. او یکی دان، یکی هدش خیلی تمیز زدن. 3-2 الان. راش میدم، دیزلتش برداشتم، دیزل نداشتم اونجا. یارمون دارن درگیر میشن، میرم کاورش و یه اتفاق خفن میفته. میرم برگشتم دوباره سر قبلیم، از بکم خوردم. انیمی اومده پشت بند ما و اون یارمون که رفته بالا هیچ عکس العملی نشون نمیده. و بله
راند دوم خیلی مفتی دادیم. اینجا رد میکنم بچه سریع که تایم ویدیو زیاد نشه. خب این آتیش هایی که میبینید کاشتن روی زمین، این سرعت ریت گانو خیلی میبره بالا. یکی دان شد مال اونا. جواتی میزنه یکی رو. نفر دوم داریمش فایت میدیم. چه این دیگه فول گیم پلی دیگه داشت دادیم. اوه چه فایت سنگین، فایت سنگین. میخوام هید اسکوپ بزنم من روش، باش که بخوره. یخ داره میشکنیم، راش دادیم روشون. همینجوری داریم یخ میشکنیم، یارو دمنجه. بله هید اسکوپ. این راندم جمع کردیم، نتیجه 2-2. بچه دوباره رد میکنم که تایم ویدیو علکی نشد، یاد نشه. خب رسیدیم به جای فایتش، نتیجه 2-2 و فایت شروع شد. اسکن کردم، دوتاشون دارن جلوی منن. چند تا وود میزنم نمیخوره. یارم گفتم بیت کاور، دوتاشون از این پر راشت. هیچ کدومشون شو نمیداد، منم شو ندادم تا یارم رسیدن بهش، منم راش دادم شون. یکیشونو زدیم، جواد زد. من وود پکر رو تقویت کردم و خیلی بهتر میخوره. وود پکر با اینکه سایلنسر نذاشتم روش، سایلنسر روش اعمال شده. کسی نیست، دوتاشون اونجاست. اسکنرم نشون میده جواد درگیر شده. وود میزنم نمیخوره، شو ندادن. وودام نمیخوره و خودم خوردم. ایول. جواد گفتم بیا ریوم کن، جوادم داد ریوم، سریع ریوم داد. رفتیم برای فایت. یه دونه دارم پول میکنم اینجا. کاستومه خیلی خفن و حساس بود و ما اینجا راندجام کردیم. برای همین خواستم ویدیوش کنم که خیلی کاستوم قشنگ در اومد. اینجا رد کنیم و فایت شروع شد. یکیشون از کل بیس عقب داره دور میزنه و میاد و من به یارم گفتم که حواستون باشه. یکی دان آفلاین شده بود، نمیدونم این دان نبود. من حواسم به اون یاری که داشت مپ دور میزد بود، اوناش از اینجا معلومه. من سریع رفتم رو شاش بدم. یارم هم گفتم حواستون به این یکی باشه. یه دونه زویل دادم نخورد. حواسم خیلی حساس بود، من اصلا نخواستم زیاد قشنگ پلی بینم. همینجا خط میبینی زیاد میگیرم، برای همین بود. یونی پی هم خیلی خفنه، نمیخوره. یارو زد منو. اونام نوب نیستن و بچه ها، اونام خیلی بازیشون خوبی. یکی رو زد محمد. جوادم ناک. جواد ناک شد. جواد رو ریو داد. یارو داره یخو میشکنه، این برش بازی نمیاد، از این بر یخو داره میشکنه. محمد داره دلول میزنه، این چی کدومش هم نمیخوره. سیویچ میخوره، میزنه نمیخوره. جواد دوباره خورد. محمد زد. تمام. محمد تانجی رو این دستم جمع کرد. این سراغ رانده بعد. شروع شد. فکر کنم این راندو میخوریم. فکر کنم. همچنان خط نمیدم به کسی، یخ میشکنن. یکی من ناک شد، اونم محمد تانجیرو بود. آقا محمد زدش. هیچکی این بالا نیست، همین
این برن من سریع موندم پایین که یارامو کاور بدم. دمیج شدم، هلمنتمو تعمیر میکنم. همچنان داره جواد فایت میده. یک کاور ریز از این ور میدم، یکی رو زدم، یکی دان. جواد گفتم برو فینیشش بده. دوتاشون زیرمونن. این چکشه خیلی از این آپشن جدید خوشم اومده. کلا من فینیش شد. همچنین هم رو مخم هست. جواد من جر داد گفت اینو فینیش بده. من خواستم فینیشش بدم که این یارو منو زد. تا واسه راند بعد نتیجه 4-3 بالانس داره میره بالا. این راند خیلی بالا بچه ها. من گام خریدن رد کنم. خب فایت شروع شد. این راند خیلی بالا. اسکن میکنم چند تا رو نشون میده تو مپ. یکی منم ناک شد مثل معمول. 2 تامون ناک شد. من موندم با 3 تا دست به تیر. تک به 3. خطشونو گرفتم. هیچ کدومشون نشون نمیدن. ای کایتر من پر نبود. من اصلا خبر نداشتم اینا کجا. یکشون آش داد. رفت تا یکشون هم جلو مونه. دو طرفه شدم عملا. دوباره برمیگردم با خودی پیک راشونو میبندم و سری میرم اسکن میکنم که یکشون حداقل ناک کنم که کار برای خودم راحت شه. دمیج سه تایی ریختن سرم. یکی دان دست خونده ریو میشن. ریوش میده نمیشه. سه تاشون ریختن سر من. هدسکوپ میخوام بزنم نمیشه. هدسکوپ هم بچه فول کنترله راحت تو دور یخ. لینجا نخورد. 2 تا ناک. چه هدایی. 2 تا ناک. من کار اشتباهی کردم که نرفتم فینیششون بدم. منم جلوشون بستم که اصلا عملا هیچ فایده نداشت بستن اینا، چون که اینا از این ور دور میزنن و میان. یکشون زوم بود کلی من نشد. همچنان دارم با اینا فایت میدم. بچه میبینی همه ویدیو هم از ویو هست، چون که گوشیم اگه بخوام با رکورد ویدیو بگیرم خیلی لگ میندازه. برای همون سطح پلی میاد پایین، چون دوست ندارم. برای همون میرم از ویو میگم ویدیو رو رکورد میکنم که حداقل لگ نگیره. اینجا به زون کش نمیشه. 2 تاشون دست به تیرن. وای راندو گرفتم. تک به 3 گرفتم راندو. نتیجه 5-3. خب راند بعد جاشو برش میزنیم. خب نه داداش خراب نکن. نه هیچ اتفاق نیفتاد خدا رو شکر. دوباره همشون رفتن بالا. همشون اومدم کاور کنم جوادو. یکیمون ناک شد. طبق معمول ناک اول همیشه از اسکواد ماست. کاستما اینجوری هماهنگ اسکوادی باشه هر کی ناک اول بده باخت داده. الان نگاه کنید ما عملا 3-2. یه اونی که پایینه داره هممون دمیج میکنه. 2 تام که بالان اینا دمیج کردم کلخوری کرد. المنتمو تعمیر کردم. اونا دارش فایت میده. جواد خورد اونو. وای پناه بردم به پایین. هلمنتمو تعمیر کردم. HP ندارم ولی HP پر میشه با کاریتر. همون زیاد به مدکیت زدن اعتقادی ندارم. دوباره دمیج شده. تعمیر کن هده ها. دمیجن. من اینا دمیج کنم ناک نمیشن.
این به خاطر اینی که گفته بودن تو ویدیوهای قبلی یو این پیساکا رو نداره، اکانتم خیلی ضعیف تو کاستوم اذیت میکنه، منظورم همین بود. تا آفر بعدی حتما میگیرم یو این پیساکا رو، اصلا قصتون نباشه. بچه فکر کنم برای زوم بدن، اینا برای زوم پلی میدن. هلمت هم تعمیر کردم دوباره دمیج. یکیش فکر کنم رفته تو رو بسته، زون از تو بگیره. زون این وره آتیش زده و برای همون زون منو گرفت. این برادرم کوریون داشت، آره آتیش زده بود. یکی دلایلی که زون منو گرفت همین بود، آتیش. بریم برای رانده بعد. رانده بعد شروع شد. دقت کنید هر انقدر کاستوم حرفه‌ای و حساسه که پلیرها قشنگ تا لب زون و زونگیری همدیگه پیش میرن. ما بدیمون اینه که یارامون همه ناک اولن، وگرنه میزدیم اصلا چهاران چیز نبود که بینا بدیم. بهتون میبینید که من اصلا تا آخر زون همیشه هستم. تا همین ویدیو یه خورده زیاد میشه. ناک اول یارمون خورد. آقا محمد زدش، آقا محمد. این چه آپشنی حاجی؟ گردباد میزنه. دارم فاید میدم، دوتا رو منن، دارم دلول میزنم نمیخوره. من نگاه کنید اینقدر دیوشن شو زیاد نمیدم، شو بدم مثل این همین دوتا یارم میخورم. باز دوباره تکمیسه موندم. مرسی یاران علی. ما رو باش با کیا میریم 13 در همه ناکرده. من تکمیسه چیکار کنم؟ دلولام هم نمیخوره. نگاه کن تقویت شد ولی باز نمیخوره. یارو هم که این پیچل بغل کرده. یا منو لب زون گیر انداختن. یکی دان این کاریتری سریع میاد ریوش فینیشش کردم. دوتاشونو میبینید، دو اسکنر کاریتر رو زدم. برادران علاقه خاصی به زونگیر کردن من دارن، نه اصلا 3 راند 4 راند گذاشتن یا به زونگیری کشه یا من زون کش کردم، نتیجه مساوی. روگان خریدن ها رو رد کنم. فایت شروع شد، همشون کشیدن عقب. از اینو یه خود دمیجش کردم. برادر یه جور با کله میره که من مطمئنم دوره یارم ناک اول میدن. پینگم رفت تا اینجا. یکی از آپشن های خوبی که تو ایران باشی همینه که پینگت همیشه قطع میشه. با اینکه مثلا پینگم 90 باز میبینم پینگم قطع میشه، خیلی خفنه. 90 فیک ها، مثلا 90 حقیقی هم 90 واقعی باشه که مشکلی نداریم، ما 90ش هم فیک. بازم ناک داد یارم ما باله، دوباره ناک داد یکی دیگهش، دوباره تکمیسه موندم. عالی دیگه. دوباره تکمیسه موندم ناموسن. تایم ویدیو فکر کنم به 30 دقیقه بکشه چون کاستوم 7. نه اسپویلش نمیدونم بودشون. همونقدر بگم تایم ویدیو زیاد میشه، شرمندت. اما اپلودش هم خیلی زمان بر میشه دیگه. یکی ناک، یکی زدم. ایمپیچل تقویت شده. ایمپیچل تقویت شده رو ببینید آجا قدرتشون چقدر باحال میخوره. دقت کنید من زیاد شو نمیدم، بینه هی ناک میکنم ریوش میدم. لب زون ادادش بمید ناموسن، حرفی ندارم. جلوشونو بستم. بهترین وقت برای مید و تعمیر کردن مید و بسته و ایناست.
یه دونه بود ویل میدم ملکی نمیخوره. اینا هم شو نمیدن، اینا فهمیدن دیگه سبک بازی میکنن. لبیزون خودشو گیر انداخته. دوباره به زنگیری کشیده شد. ناموسند ولمون کن. خط چیه داشت؟ رفتی خط بغل کردی. بچه آمار ببینید. من باید کیلام از این بیشتر میبود، ولی ببینید که 7 کیلو که اصلا راضی کننده نیست. دوباره فایت شروع شد. فایت شروع شد. عقبیم 7-6 نه 6-5 عقبیم، ببخشید. از بکشون کلان اومدم برادران اصلا. اون یکی که اصلا منو ندیده، منو میخطی که گرفته اون ور داری یخ میکنه، این ندیده منو هنوز. برادر چیکار میکنه اصلا نمیخونه ماره. ندیده هنوز منو. الان به داره به این فوش میده، میگه این مپو دور زده. بک زنی چی زنه، به 3 تا فوش خفن داره بمیده. یارم دارم با کی فایت میدن، درگی با کی درگیری داداش. ما 2 ساعت دنبال اینمی بگردیم. شیرام رفت میده مثلا نیم. خب بچه نتیجه 6 شد، بالانس داریم میده بالا. همین هر کی هر اسکودی ناک اول بده باخت و حتما میده. اینجا پاس نمیفته. اینجا دوباره ناک اولو مثل همیشه ما دادیم. لیف شد یکی ناک. از اینجا بازم مثل همیشه یارو ما کشته میشه. البته اگه تو باوشی من از تو باوشترم. خواست منو بزنن دو بگرد ما خوب 2-3 موندیم و بله تک به 3 موندیم. دوباره کل این کاستوم میبینی که همش من تک به 3 اصلا تا لبزون دارم با اینو فاید میدم. اینه پشت دارم پشت یخ میزنم میدارو یا کن خدا وکیلی. هی داریم میبازیم کسه. اینجا رد میکنم تا جای فایت من نرسیده. یکی تو اسکنر دیدم یارو اصلا اینا صدا پا نمیگیرن. اینجا دقت کنید من دارم با گان راش میدم روشون، اصلا اینا صدا پا نمیگیرن. یعنی هنوز نفهمیدم من پشتشم. یاراش هم حتما نشون نمیگن که آره تو صدا پا داری، نمیدونم این داری. هم یه ناک دادیم هم اونا یه ناک دادن. یارو با اوریون خفنش اومد. من این پیچه رو میخورده خوب میخورده ببینید. چرا اینجا خوب میخوره چون تقویت شدم هست یه اسکین خوبم ازش دارم. این پیچه طلایی این کواتور اول. هی ناک دادیم بدش. برادر علاقه به ریو ندارد یا هیچی دیگه ریو هم نمیده. اینا چی میکنی جواد چی کار میکنی جواد؟ این پیچه درید داری یا دبل این پیچه. فایت حساس چی میکوبه. هم این پیچلش تقویت میشه هم دورید میشه. خیلی با این پیچل میتونه خفن تر بزنه. خدا وکیلی راند 7 شد بچه ها. وای حساس در این کاستوم. خیلی کاستوم حساسیه دیگه. من مپو دور زدم یارم ناک دادم مثل همیشه. دوباره 2-3 موندیم. نه خدایا نه. خدایا باز دوباره تک 3 موندیم. برادر رو دیدم. اوه یارم ناک داد. اینجا میرزن سرمون ولی ما خیلی قشنگ در میریم. Thanks.
بله ما دوتامون اومدیم بالا، اونا سه تاشون پایین خطمون دارن و ما اصلا نمیتونیم بریم پایین. وای 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 دارمشون کش میشم. وای اینو بزنیم پشتمونه ناموسن. این اسکنر چقدر خوبه، نبود من الان خورده بودم. یکی رو زدیم بچه ها، 2-3 نمیخوریم چرا بچه ها نمیخوریم. من تعمیر میکنم بچه ایجادی خیلی فایت اساس شده، 2-2 میز اینم داره کوچیک میشه، خیلی اساس شده داستان. نمیخوریم پیچلام بعد اینجا بوده پیچل تا وقت وان شد دیست. یکی دان یه تموم دیگه، یه نفر میخواد چیکار کنیم. 2 تکیم از نظر نفرات داریم کامبک میزنیم. بله 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 بچه های کاسوم تموم شد، زدیم و دویا رو گرفتیم. خیلی کاسوم اساسی بود، خیلی عشق کردم این کاسوم. این نتایج هم ببینیم، من نتایج ببینم نتایج کلا مهم نیست بچه ها. لایک و کامنت حساب یادتون نره بچه ها. این ویدیو برای رفیقاتون هم شیر بدید تا این ویدیو خود زیاد شد، ببخشید.